سلام عرض می کنم خدمت دوستان و عزیزان دانشجو. بنده محمد اسعدی هستم، دانش آموخته حوزه و دانشگاه، دارای دکترای تخصصی در فقه و حقوق. در این درسی که خدمت شما خواهیم بود، آیین دادرسی کیفری 1، ما مباحث طبعاً مربوط به آیین دادرسی رو بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری خدمت شما عرض می‌کنیم. مستحضر هستین که آیین دادرسی کیفری اهمیت ویژه‌ای داره در همه دنیا و در همه کشورهایی که دارای قانون اساسی هستند، در همه کشورهایی که به حقوق اساسی مردم توجه دارن و به حقوق شهروندی مردم اهمیت میدن. قانون آیین دادرسی هر کشور میتواند معرف وضعیت رابطه حکومت با مردم باشه، نشانه این که آیا مردم دارای کرامت انسانی هستند یا خیر، آیا حاکمیت برای مردم کرامت قائل هست یا خیر، حقوق اساسی قائل هست یا خیر. و لذا بسیار اهمیت داره. حتی گفته میشه که اگر شما میخواهید ببینید که سطح فرهنگ مردم یک کشور چقدره و چگونه هست، شما آیین دادرسی کیفری اون کشور رو برید بررسی کنید و ببینید که برای مردم چه حقوقی قائل شده. ما در این درس ابتدا یک مروری داریم بر در حقیقت حقوق جزا مجموعاً و رشته های زیر مجموعه و تقریباً درس اول رو با همین معرفی میگذرونیم. در ادامه اصول دادرسی عادلانه رو داریم و نظام‌های دادرسی که در حقیقت وجود داشتن، نظام دادرسی اتهامی، تفتیشی، مختلط، نظام دادرسی اسلامی و خب به طب مقایسه هم انجام خواهد شد. تضامینی که قانون برای اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در حقیقت پیش بینی کرده، اینها رو مورد بحث قرار میدیم و در ادامه هم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاح شده 1394 ما بحث ها رو پی میگیریم و گفتگوهامون رو خواهیم داشت از بحث دادسرا، مأموریت های خاص دادسرا، عرض به حضور شما انواع دادسرا، انواع دادگاه ها و اینها رو خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله.